سلام دوستان، من حامی هستم و امروز اومدیم با هم تا بریم یکی از خفن‌ترین روش‌های طراحی سایت به روش کاملا رایگان بدون پرداخت حتی 1 ریال و بدون علم کدنویسی و برنامه‌نویسی وب، HTML، CSS، جاوا اسکریپت و اینها. بریم یه سایتی بنویسیم که بتونیم کلی ازش درآمد بنویسیم، که نه سایتی طراحی کنیم که کلی ازش بتونیم پول در بیاریم و با گرافیک فوق‌العاده. البته که باید بهتون بگم بیشتر شبیه دیجی کالاس، طرح دیگه داره، کاملا میتونید کاستومایز کنید. البته که اندازه وردپرس و سایتی که خودتون قطعا میسازید نمیتونید اونقدر همه چیشو کاستومایز کنید، ولی یه سایتی میتونید در بیارید که واقعا تایید بگیره. البته امروز هم میریم ما یه کار انجام میدیم، یه سایت رو بدون دامین و اینو میاریم بالا و البته که یه ویدیویی هست بعد بسازم و اونا رو بعداً ببینید. خب بریم سراغ مراحل. شما توی این دوره یا درس این آموزشی که الان داریم یه دونه اینترنت نیاز دارید، یک دونه لپتاپ یا کامپیوتر با هر کانفیگ، ضعیف‌ترین کانفیگ که فقط بتونه ویندوز 10 رو بیاره بالا، 11 مهم نیست. و اینکه همین دیگه، علمی هم نیاز نیست واقعا داشته باشید. و یه مرورگر هم نیازه. ما از فایرفاکس استفاده می‌کنم، هرچند خودم کروم علاقه دارم، ولی چون اونجا کلی سایت رو خودم ساختم یه مقدار گفتم شاید درست حسابی نباشه و بیام اینجا که هیچ کاری نکردم تو کشمش رو نمونده باشه. خب ما توی مرورگرمون حالا کروم یا هرچی هست دیجیفای رو به فارسی حتما بزنید و اینکه یه همچین آیکونی هم داره و برنامهش میاد بالا. ما اینو کاری نداریم، اینجا میاد دیجیفای فلان فلان، رایگان ثبت نام کنید، کاری نداریم و شروع کنید رو میزنیم. البته که من قبلا اکانت داشتم، ولی داشته باشید نداشته باشید فرق نداره، همین براتون میاد بالا. خب من شما رو بزنم و اینکه حالا قرار کد بیاد برامون و منتظرمونه کد ارسال بشه. بله خب من اکانت حذف کردم. این تکمیل ثبت نامشه که ما نام میزنیم حامی. به فارسی و انگلیسی هم بله حساسیت داره، شک کردم اما موقع حامی نام فارسی فروشگاه می کد معرف اگه داشتید که بزنید، اگرم نداشتید و بهتون واقعا بگم که فاقد اهمیت هست و اهمیتی نداره. بله خب کد معرفم که گفتیم نداریم و بله میگه ورود شما به مبنای پذیرش قوانین هست. اینجا سایت رو میخواد بسازه و شما فکر نکنید یه سایت عادی قرار بدن. مثلا شما بیاید پنل های سایت ساز رایگان رو بررسی بکنید. رایگان نوشتن مهم نیست، وبزی میاد بالا. حتما نمیگم این بده، ولی چیزی که خودم باش کار کردم رو قطعا بیشتر دوست دارم. مثلا فروشگاه‌های لباس، جمع‌گردی و اینا هستند که حالا اگه دوست داشتید و حمایت شد حتما به همه چیزایی که تو 5 تا اول گوگل هستن میذارم. البته که دیجیفای هم میبینید اومده جزء 4 تا اول و واقعا من نظرم حقش. بگذاریم. خب اینجا آپدیت ها رو اومده به ما توضیح داده که البته من اینو نمیخونم، از آپدیت ها یه خبر کلی دارم، ولی شما حتما بیاد ببینید آپدیت ها کلا تو این قسمت 1.16.4 که نوشته، ببینید از همون اول چی بوده و چی اضافه شده و این میشه آخرین نسخه که هست. جدیدم زده کنارش که شما متوجهش بشید. خب ما الان مشاهده فروشگاه رو باید بزنیم. فروشگاه در حال ساخت باید بزنه، بله، اما هیچی نداریم. در مرحله اول اینجا 6 تا گزینه هست که اونا رو باید انجامش بدید و به پایان برسونید. اگرم که بخواید به حالت حرفه‌ای برید که کلا روشش رو یاد بگیرید، بیاید تو تنظیمات، قالب ها و خب ما اول از همه قالب رو انتخاب کنیم. قالب سایت شما قالب اکسپلورا هست
که من خودم قالب مینیمال رو ترجیح میدم. نمونه قالب رو هم میتونید بزنید، کامل بررسی کنید، ببینید چه خبر. البته که این قرار نیست سایت شما باشه، خالی بهتون میده. این یه سایت طراحی شده با همچین قالبیه که آره دیگه بهتون میگه این قالب اینه. مثلا الان بیایم قالب لومینا رو ببینیم. اگر مقدار خیلی شبیه دیجیکالا بشید میتونید این استفاده کنید که بازش کنید. حس دیجیکالا رو میده ولی اون دیجیکالا نیست. نیومده بگه که بیاید با من رقابت کنید. با لومینا حال کردم، بریم با این بسازیم. آره قالب لومینا فوازازی قالب رو میزنم، بله انجام بده. اینکه قالب ما انتخاب شد. الان ما مشاهده فروشگاه بزن، احتمالا میتونیم قالبمون رو ببینیم. درسته ولی فروشگاه غیر فعاله. و اینکه رو میزنیم ویرایش. خب انتخاب قالب رو که انجام دادیم. صفحه لیست محصولات، فیلتر راست، فیلتر باز. این کاملا به سلیقه شما مربوطه و من نمیتونم پیش نظری بدم بهتون و اینکه شما خودتون میتونید همینا رو تست کنید، دونه دونه کار رو انجام بدید. چیزی نیست که جزء این آموزش من بخوام بهتون بگم. صفحه محصول که محصولات رو اینجا برای شما میزنه، میتونید ببینید مجدد. رنگ که رنگ پیشفرض تم، مثلا این نوشته ها و اینا به چه رنگی در بیاد که الان مشکیش کنم میبینید هر رنگ کنم این تیتر عوض میشه و که شما هرچی بنویسید به اون رنگ خواهد بود. الان من همین رو میذارم باشه. بنر صفحه خانه، این بنر نداره که به این شکل فروشگاهیه. شما میتونید بنر طراحی کنید. من خودم چون استعدادی تو این کارو ندارم و انجام ندادم تا به حال، از چت جی پی تی و جمینای و کلی هوش مصنوعی دیگه، از ادوبی گرفته تا هوش مصنوعی دیگه، هوش مصنوعی رایگان و غیره، میتونید باش طراحی کنید. بهش بگید مثلا برای من فلان لوگو رو طراحی کن. خب بنر صفحه خانه رو ببندیم. تصویر پارالکس که میشه پشتش، یعنی شما اینجوری که ورق میزه این پشت تصویر داره که بهش میگن فکر کنم پارالکس. بله هم پارالکس ما میگیم. و خب اینجا میتونید لوگوتون رو بذارید دوباره، لوگویی که باید برای فروشگاهتون انتخاب کنید، اطلاعات فروشگاه و فلان و فلان و فلان. خب ما الان برمیگردیم قسمت خانه، ببینیم افزودن اطلاعات فروشگاه رو نیاز داریم که باید اطلاعات خودمون رو بدیم. لوگو که چی بگم حالا، لوگو من همچین چیزی رو میزنم. حالا این لوگوهایی بودی که قبلا طراحی کردم، 55 هم پیشنهاد داده، میتونید اینجا بزنید عوضش کنید. البته که مثلا این قبلا انتخاب شد، من خواهم بزنم 100% انتخاب شده قبلا. خب ما دست نمیزنیم، هم 55 باشه، نام فارسی فروشگاه که میزنیم. مثلا خدمات کامپیوتر داره، کالر حقی و فلان، موبایل بازی تجهیزات گیمینگ رو میزنیم. این شمارش خیلی براش فرق نداره و شما هرچی بزنید اوکیه و معمولا هممون هم فروشگاه نداریم. میتونید آدرس های فیک حتی آدرس خونتون استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره و گیر نمیده. و ما میزنیم مثلا ایران تهران و همین حد براش کافیه. حالا شما درست بنویسید، من اصلا رعایت نکردم و اصلش نباید بذارم. کد پستی اختیاری گذاشته و موقعیت مکانی من نمیخوام بهت بدم و ثبت تغییرات رو میزنم اینجا. خب ما الان دومی هم رفتیم، افزودن محصول. خب بهتون گفتم این کاملا زیر نظر دیجیکالا هست و یعنی هر چیزی که شما میبینید، هر خدماتی که داره از دیجیکالا هست و میتونید محصولات از خود سایت دیجیکالا هم بذارید. یعنی مثلا ما میام بگیم RTX میزنم مثلا 4080، بعد اینجا میام جز موجودی ها میگم من اینو دارم، 12 گیگش انتخاب میکنیم، میگم واقعا هم بفروشم. اینکه کاملا همون چیزی که دیجیکالا اومده براش شما میاد اینجا یه جور باز طراحی میکنه براتون.
و دیگه نیازی نیست یه کپی میده دیگه و شما نیاز نیست دستی بزنید، ثبت محصول رو میزنید. وقتی که برید تو فروشگاهتون الان ما یه محصول داریمش جا شده محصولاتو که بزنه بفرمایید یه محصول بنر یه ویدیو میسازم که با هوش مصنوعی چجوری کار کنه. من کلی پرامپت و اینا دارم که یه جای حرفه‌ای شدم توش. درگاه پرداخت سریع دیجی فای که این سایت شما ران میشه وقتی که همه چی انجام بدید، ولی با این دامینه و شما برید دامین بخرید. اگه علاقه دارید که اون ویدیو رو بذارم میتونید بیاید بالا کردم و تو کامنت ها بهم بگید، من حتما براتون میذارم. 2-3 روز هم بیشتر طول نمیکشه وقتی که تقاضا بره بالا. خب ما کارت به کارت رو انتخاب میکنه، اونم فعال کنید، ولی تا این وقتی که از همین دات مای دیجیفای دات اپ استفاده میکنید فقط کار میکنه. اسم اینا. این کد ملیتون رو بزنید، روز و تاریخ تولد و بخونه همه شماره موبایل و اینا وگرنه ارور میده. شماره کارت هم باید با کد ملی و شماره موبایل بخونه. تایید اطلاعات رو میزنید. حالا من دیگه توی ویدیو این کار رو انجام نمیدم. تعریف روش پرداخت اون میشه. حتما کارت به کارت رو بهتون پیشنهاد میدم بزنید، بخاطر اینکه البته درگاه پرداختم ویدیوشو میتونم براتون بسازم و قطعا همینا رو هم انجام خواهم داد در کانال. تعریف روش ارسال میگید که چجوری باشه. پیک فروشگاه خیلی ربطی نداره، شما با اسنپ هرچی هم بفرستید اوکی. نوع پرداخت پیشگرایی و پسگرایی، یعنی وقتی که مشتری تصمیم بگیره یا اینکه تو سایت خودش پرداخت کنه که حتما پیشگرایی رو پیشنهاد میدم. هم نیست دیگه، بالاخره کالا رو میگیره و پولتون رو میپیچونه. زمان ارسال بهتر 3 روز بزنید اگه مشکلی پیش اومد و اینا. هزینه ارسال نسبت پست داخل شهری و بیرون شهر فرق داره. داخل شهر مثلا میزنم 50,000 تومن، بیرون شهرم تیکش حتما میزنم و میزنم مثلا 5 روز این و میزنم 80,000 تومن و از این ارسال هم میتونید رایگان باشه بذارید و آره دیگه راهنمای ارسال وزن اینا همه چیشون خودتون میتونید انجام بدید و تمام. تعریف روش پرداخت رو بزنید، افتتاح فروشگاه رو میزنید و بعدی و تمام دیگه. حالا من نزدم کارت به کارت و اینا رو و اینکه میبینید میگه نزدید. بله این میشه فروشگاه ما. کلی قابلیت دارید. اگه میخواید یه سایت بریم بسازیم، ویدیو 1 ساعت 2 ساعت بسازیم راجبش، حتما لایک کنید و تو کامنت ها بگید. حمایت بشه کلی از این ویدیوها خواهم ساخت. خوشحال میشم که ما رو حمایت کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید برام و حتما سابسکرایب کنید و خیلی منو خوشحال میکنید با این کار. دم همتون گرم. خدا نگهدار.